این ای نافهمی همی یوشون میشوه. نافهمی سالوی پیش همی دخترها نادیده شوهر میداده اینا زندگی میکردن. حاضر چی دایی که جهان بینیشون کشار شده، مثال رسه میرن میآین، دیگه دولت ها میرن میآین، هر گونه مثال آدما رو میبینن، دخترها رو میبینن. ممکن همی ممکن یگان جهتی همی تلفن برآمده، هر گونه همی چیزایی نامعقول داریم تماشا میکنن. ممکن سبب همی باشه. همین یاشاد چی میگم جوره ها نسبت زن مهربانی بکن به هم دیگر فهم باشه. باید که مهربانی طرفین باشه. جایش میای که من چای میجوشونم، کمپیر کار دارم، چای میجوشونم، اوقات من میکنم، حتی یه بچه یاردم کردن در کار. زنها را دوست داشتن در کار، حرمت کردن در کار، بی‌فرا میشه، مونده میشه. با یک مهربانی ما و شما این محتاجه.